مردم تاجیک تاریخی قدیم دارد که حفریات‌های ارخئولوژی با آن واضح شهادت می‌دهند. سال 1877 از ناحیه قبادیان تاجیکستان دفینه یادگاری‌های تاریخی توسط تاجران از مردم محلی خریداری شده به هندوستان انتقال می‌یابند. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی خوشبختانه آنها به تاجیکستان برگردانیده می‌شوند. اما طوری که از نوارها مشاهده می‌کنید حالا این بازیافت‌های نادر در آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که همه روزه هواداران حفریات ارخئولوژی از آنها دیدن می‌کنند. این یادگاری‌ها با نام دفینه امودریا مشهورند. دفینه امودریا از 170 اشیاءهای گوناگون حجم و گوناگون شکل هنری زرگری به مانند ظرف‌ها، دستپانه‌ها، مهره‌ها، آرایشات زنانه، هیکلچه‌های آدمان و حیوانات، نشان‌ها و 1300 سکه طلایی و نقرگی عبارت بوده به دو دوره تاریخی آخر عصر 4 تا میلاد و میانه عصر 3 تا میلاد منسوب می‌باشند. استعدادهای هنری باختریان قدیم، هنری زرگری حیرت افزای آنها در بسیار اشیاءهای دفینه امودریا به طور برجسته تجسم گردیدند. بازیافت عربه دوچرخه جنگی طلایی، هیکلچه نقرگین آدم، صفحه طلایی که در روی آن صورت برجسته انسان کشیده شده، لباس و اسلحه های او با تمام جزئیاتش تصویر یافته است. بازوبند طلا که نوک‌های آن به شکل خیلی زیبا زینت داده شده است. مجسمه طلایی گوزن و بسیار اشیاء دیگر از هنر بلند باختریان قدیم شهادت می‌دهند. عین زمان قسمی از یادگاری‌های دفینه امودریا در آثارخانه ملی تاجیکستان و بخش زیادی آن در آثارخانه بریتانیای کبیر محفوظند.